مارهای لاخورین، مارهای همرنگ محیط، این مارها هرگز به طعمه خود رحم نمی کنند. آنها در زیر بته‌ها سکنا می‌گزینند و با اولین حرکت قربانی خود آنها را شکار می‌کنند. مارهای شاخدار، این گونه مارها هرگز به کسی رحم نمی‌کنند. آنها مارهایی بسیار تا بسیار خطرناک می باشند. به شاخهای روی سر این مار دقت فرمایید شنوندگان عزیز. این از بس تکون میخوره تو کادر نیسته. نگاه کنید. دیگه داشت خیلی خطرناک میشد. بره دو کارت ندارم.